بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المحترم امروزنگی سید الایام ما حج المساکین ما رمضان خدا خواهد 16 امروزش خدا نصیب کنه دیگری آنچه نصف رمضان گذشت پیشتر یک هفته موند دو هفته موند دو روز شد سه روز شد گفته گشتم خدا رسانده است نه نصفش گذراندیم اولی رحمتش گذرانده شدم وزرد میانی مغفرت دهی میانی رمضان این دهی مغفرت سامشده است برای همین این دهنده از دعاها استغفارها بسیار قدر و درکار چونکه همه مایا مابین پروردگارنده سر موندگی خطاها ماهای مابین مای پروردگارنده میپرسه جاها ماهای همون چیزهای پرسیده تر درکار اگر پروردگار یک گناه از چشم این انسان ها لست کرده باشد دیگری دیمک از وی امید های پرسیدن ما و اگر پروردگار انشاءالله همون ما رحم دل کرده پنهان کردگی آشکار کردگیش واسه تر سامشده است برای همین اولا پروردگار یک انسان خطا نمیکند مبادا خطا و روبرا شود دیگری از چشم بنده هاش پنهان کند که آن بنده ها آن روز قیامت اندر گواه میشدند پروردگار همون بنده در حضور ما حقارت کرده بود در حضور ما گناه کرده بود حرمت ما کرده هوای عذاب تی بگفتیم چونکه هر یک انسان خودش به حساب وزمت آمدگی وقت انده خودی او بچه کدگی انسان خسبم تکیه کردگی با این دیگه های هم خداهاشون کده قطعه گته برفتن میخواهد یعنی برای همین از زبان ما دیگه این انسان ها خطاهای کردگی ما گفتن گم کنیم افسوسا میگوییم که مبادا یک تاریخ انده یک خطا رو پراش هاشم مگری همون خطایا صد بار میگوییم مایم کردگیم گفته دیگه همون نشنودگی انسان هم نیدگی انسان هم از زبان ما برآمدگی گناه به گواه میشد برای همین از این خیلی کار خود را احتیاط کنیم ماه رمضان اصلش ماه عبادت امام شافعی همین خیلی علم به حدیث انسان بوده که ماه رمضان باشه دیگری رمضان بیاد دیگری دیگه فقه مسئله های کتاب های پشت مونده فقط ختم قرآن میکردن دیگه وقتنده حافظ اساکری گفته که اولیاء علم ها یک هفته یک بار کننگری رمضان انده هر روز میکردن امام نووی میگویند که حضرت عثمان بن عفان شبهای رمضان انده هر رکعتش به 30 بار قرآن میخواندن میگویند حساب کنید 10 ساعت یا 12 ساعت شب پاچکن نمیدارند پاچکن نستاده 30 بار قرآن یکم رکعت به 30 بار قرآن دیگم رکعت میگشتن همیشه درجه انده عبادت خداهاشون به بلند میدگی انسان ها بودن خدا شکر مایم دهه اول دهه دوم نسبشنده قرآن یک قطار شنوده برآمدیم انشاءالله خدا قبول کند لیکن خدا و انسان قلبش به نه اندازه دیگری بهانه میشه دسته پاچکم در کساس سلام در کساس این وای گفته خفتل خونده برفتگی 2 رکعت خونده برفتگی 4 رکعت خونده برفتگی هیچ نه اکنون حاضر شیطان ها زنجیر بنده نفسش زوری اومدگی انسان ها 8 رکعت نم خسته برفتن هوای انسان ها کن موندگی روزهاشون نم طوری نفقه فرض لیکن یک ما نفقه کم کرده از ذخیره ها استفاده برده تانم هر روز یک بار هیچ نه 3 روز یک بار هیچ نه یک هفته یک بار هیچ نه 2 هفته یک بار هیچ نه یک رمضان یک بار خدا هم قرآن خواندم به یا شنودم به حرکت کردم کرده این ماه هر
ثواب ما یکم و دهنه از 70 تا 700 برابر زیاده اجر میگیرگی ماهی دفتر نامه ثواب به ثواب پر میکردگی ماه دیا یک تا حرفی قرآن با دیگه ماهانده 10 ثواب داده شودگری این ماهانده اخلاص ما پر باشد 700 ثواب میشد قرآن انده 6236 تا آیت باشدگری و حرفش او انچه یک قطر خونده برآمدگی آدم به چشم انسانی ثوابش انق کنده میشدگی در جنت ثواب سا میشد برای همین انسان از رمضان انگی عبادت خواهش نکنهش دکار دو عمل روز قیامت انسان های شفاعتش از پروردگار تلاش میکردند یکمش روزه و دویمش قرآن روزه میگفت است که پروردگارا این بنده تا شفاعتش من بده چون این بنده روز خودش از نفسش داشت نخود نه آشامد یک کس غیبت نکرد گناه نکرد پروردگارا این بنده تا شفاعت کردنش این بنده به گواهش من بده گفته میپرسید است قرآن میگفت است که پروردگارا این بنده تا شفاعتش من بده این غیر از روزه هر شب تلاوت قرآن میکرد و همون قرآن خواندگی شنده و یک خوابش بیاد از خوابش دیده تلاوت قرآن بلند میدانست برای همین منبع گفته حقیقتا مانده هم قرآن باشد هم روزه باشد دیگری انشاءالله مایا نیک مایا از دوزخ خلاص شدن و دوتا گواه ها میشده است همین گواه با ما باید حرکت کنیم نکار پارسال رمضان انده نسبت امسال سکنه دیگری هم یک تا محل مانده قلب چلی چند کس اقل هم گذشت رمضان دیگه که های که نیست خدا میداند صحابه های حیرشون افتادم که صحابه ها دیگه وقت دعا میکردن لیکن اساس دعاهای اساس عبادت های رمضان ببینودن که از رمضان از فضیلتش و انسان ها بفهمدن با خبر بدن فضیلت رمضان انگی دعاها اجرش بلند بودگیش بدانستن برای همین از خواب بهده اصلش رمضان انسان روزه انسان خوابش عبادت لیکن اگر خواب روزدار عبادت باشد عبادتش خیل باشد همین خیل مقام با رسولم در کار من تلاها کند له نور یوم القیامتی هر یک آیت خواندگی ما آن روز حساب روز قیامت انده انسان روش به نور شده می آمده است چه بسیار آیت خانم همه بسیار روی ما روشن شده میده است و من استمع فی آیات الله تعالی کتبت له حسنات مضاعفه شنودگی هر یک کلام خدا ما پروردگار درجه ما زیاده که برفته میده است این شنودن هم از تای دل باشد دیمک مویا درجه ما در نزد پروردگار بلند شده میده است رمضان به خواب نه به کوچشن نه به کپ بهیده نیو به عبادت قرآن خواندن به ملش پروردگار نصیب نکرد شنوید خود شنودن به الهی شیکو قرآن شنودگی انسان مثل خواندگی او برای همین روزهای غنیمت اون 16 روز میشه دیگری ممکن 14 روز ممکن 13 روز ماه آخر شاید انق میشه لیکن از دهان فرد آمد قفا برفت روزها کم موند برای همین به بهره نبرآمده حرکت میکردیم همون حدیث مشهورانگی تکرار گوییم رمضان و انسان رمضان برسد و رمضان با بهره شده نبرادگری خور شود پیشانیش زمه مالده شود گفتگی حدیث فراموش نکرده حرکت میکردیم من مصحف شده بهانه شده یک بیمار شده باشدم رمضان بیروزه برآمدن پروردگار من به این چیزا نصیب نکن من به رمضان اشکم گشنتر باشدم تنم ناسالمتر باشدم من رمضان به بهره نکن گفته حرکت کنم نکار
همه انشاءالله کار حاصل حساب بشیم. ابو ذر غفاری از پیامبر خدا فقط درباره عبادت میپرسید. ابو ذر غفاری تقوا جهتنده صحابه ها نمونه میشدگی انسان. رسول خدا پرسیدن که ای رسول خدا من وصیت کنید. من وصیت کنید که همون وصیت من به اون روز حساب منده منفعت دهد. اون کس برای خودشون نپرسیدگی غیر از خودشان اومد به یگان چیز از پیامبر خدا مونونم یگان از علم ماشنودگی قفاگی انسان بحرمان شود گفته مانند بسید صحابه ها اصلاً که اوصیک بتقوی الله یعنی تو به تقوای خدایا ترسش خدایا وصیت میکنم. همه کولتنده یکم شده خوف الله پیش بوم گفتن پیش کش گفتن. بازم گفت که رسول خدا من زیاده کنید. خودش انسان حیاتش حد خدا و اندازه دگری کفایه بد. همه کارهاشنده حد خدا که کار بردن و انسان با اصلش شرف است. بازم زیاده کرد افتگین رسول گفتن که علیک بتلاوت القرآن قرآن خوان گفتن. یعنی ریتالی چیز ما زیاده کش قرآن میشد است. بازم و انسان با ثواب بسرترش در قرآن میشد است. قرآن خوان گفتن. و ذکر الله تعالی فإنه ذکر لك في السماء. تو الله کلامش ذکر کردنت ذکر خدا کردنت تو نامت در آسمان ها ذکر شدنش به سبب میشد. ما بین بندهان در نام خدایا کلام خدایا خانساگه وقت مونده دانم که نام ما از طرف فرشته ها در آسمان ذکر میشد است که فلان بنده الله فلان چی پسر فلان چی ما بین بندهان در قرآن خوانساز فلان چی پسر فلان چی ما بین بندهان در ذکر خدا کرساز تسبیح گفتساز گفته نام ما ذکر میشد است. و همون فرشته ها ما ذاکر بدل ما قرآن خواندن ما آن روز حساب گواه میشدیم. غیر از انسانیت بازم ما پروردگار فرشته هاشم گواه میکرد از حقیقت ما قلب مونده قرآن باشد زبان مونده قرآن باشد. از قرآن به بحر نموندن و حرکت میکردیم. اسلام میگن که من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه و من حفظ لسانه ستر الله تعالی عورته. اسلام میگن که کدام انسان غضبش درای خدا شده دفع کردنست اومد یک دو هم میکاگی دو یک مش میموندگی دو اکب منکن خدا مزه کنم گفتم مگو همون زرقه تانو مگری دفع الله تعالی عذابه از ما پروردگار یک تا عذابش روز قیامت دفع کرده است. بندم به ظلم نکردی بعدم به آزار ندادی یک تا عذاب قیامت کم کردم گفته یک تا در عذاب برای ما پشت مونده است. بنده هاش به ما از بنده هاش دست عذاب ما برداشتن ما آن روز قیامت اند مواد و میشدگی درهای عذاب پشت میشده است. کن یک عمر دست ما از عذاب کشیده باشیم. واسه عذاب رهاش بسیار با دست عذاب دوستیم نوسته دوستیم عذاب کده اینترنت با تهمتا فکران تهم عذاب های کسی کسیم همون هر عذابی موک شدگی
یک تا روز قیامت در عذاب کشیده شد فهمیدگی انسان هیچ وقت با دستش هیچ کس به عذاب دادن نمیخواهد. زدن هم عذاب، نوشتن هم عذاب، اشاره کردن هم عذاب دیگه. من نه فلانچه بین، من نه فلانچه زن، من به نه فلانچه گفته اشاره میکنم کو همون اشاره میام اصلش همون عذاب به اشاره سم شده. خدا نگهدار دو. و من حفظ لسانه ستر الله تعالی عورته. این ببینید میشه. کدام انسان زبانش نگه دارد الله و انسان عورتش پشت مونده است. گناهش خطاش پشت مونده است. خطاها مویا عیبهای مویا گناه مویا انسان ها دیدنش از پنهانه برآمدنش دیمگ مویا گجانده زبان مویا نداشتگی مویا سببش که دانم. چون که رسول خدا از زبان خشان از فکر خشان نمیگوید. آن سخنی که میگویند وای از الله حساب میشد است. اصلا در صفت شما الله میگوید که استعوذ بالله و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نه آن پیغمبر از هوای نفسش سخن نمیکند، فقط آن سخن میکند که وای به رسانده شد. از زبان رسول خدا برآمدگی هر سخن حکم الهی بدنش همین آیات تصدیق میکند. خب داشته بودم یک عیب ما آشکار شد موند. خدا یک عیب ما آشکار کرده موند. همون عیبنده ما بردوام بدم حال توبه نکرده بودم هیچ دست به غلطگی دست به غلطه موندم. هیچ کس نمیدگی یک کس دیده موند و همه شرمنده کرد. دیمک خدا مویا پنهان کرده شاید که همین توبه کند گفته امیدی توبه مانده مویا خطاهای پشت آمده بود ما دیگه انسان در تیپش زبان مویا نداشته نموه هم تو کشم موند. دیمک زبان را نگه داشتن هم شرمندگی آخرت هم شرمندگی دنیا پیش میت است. افسوس که زبان ما عقل ما صاحب نه. بعضا زبان ما گفته عقل ما نیو گفتی نفس ما میکه شموند. نفس ما گجا که اشاره کنه دیگری طورمی ناطورمی حقمی ناحقمی میگفته شدم. خدا نگه دارد همون چیزها مویا مرتبه مویا نه اکثر به مرتبه بگو مویا روز قیامت زیاده میکرده است. هر وقتی که زبان ما صاحب نشدگی وقت مونده یک تا عیب من میکشدگی در من کشیده موندم. یک تا من شرمنده میکردگی امکانیت به من رخصت دادم گفته اگر وقت همون زبان مانگی دیدی ها مانده اوی کنم مگری و دیدی های بهده ما درم گم میشد. اگر زبان ما عقل ما تابع باشد دیا نفس مونده تابع باشد اگری گفته سانی بده کار بشدنش دلش انجام دیم گفتگی سخن همه بماده است. همین وقت دانیم که سخن ما از عقل ما نیو از نفس ما قوت گرفته است. سانینگی حدیث رسول الله میگن که من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. درباره درجه ایمان ده همین کتی خدا مویا تقوی مویا برکش میشد. اصلا میگن که یک انسان یک کار ناتوری منکر کاری گردانشدگی بینه دگری با دستش دارد گفتن ای برادر نکن نگو گفته با دست ما همون کار ناتوری داشته تانو مگری مویا دیمک ایمان ما مستحکم شده است.
من بسه من نکسیم و من نگفتیم و گفتگی این انسان ها جواب همین که ایمانش مستحکم انسان در نزد خودش صادر شدگی خطا و بیفرق نمیشد. اسلام مانده بیفرقیه منافقی گفته میشد. از منافقی قلب مانده باشه دیگه انسان های خطاش ما بیفرق شیمونم. من بسه میگیم کنات خاش جواب میتیم میگیم این فضیلت ناز نه، ایمان ضعیفیت نشان نشین. فإن لم يستطع فبلسانه دستش کتیبای آدم داشته نمیتونه لکن نه آدم گفتی نمیکند. و یعنی برادر همون کارت نوتوری همون کارت تنگل شما گناهکار است گفته بازمولش میگود خواه گرد خواه نگرد، خواه قبول کند خواه قبول نکند، خواه این انسان با جواب نقص تیاد خواه جواب گنده تیاد. من گو مگری من حقارت میکند ده میگیم گو کمکک از یک بندش مصیبت برداشته نتونسته خدا موی درجه موی در نزد پروردگار فرود دست بشدیم ده همین خیلی ها رنده با زمان ما گفتم میگرم خواه قبول کند خواه قبول نکند. هیچ نمو و انسان از خطاش گردانده ثواب بوده نتونم خدا موی در نزد پروردگار درجه موی نگه داشتگی سام میشدیم. برداشتگی نه نگه داشتگی سام میشدیم. برداشتن و داشتن بود نداشتم می هیچ نه نگه دارم. فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. نتواند با زبانش هم گفته با قلبش هوا چیزا گنده بیند داند که با قلبش گنده دیدنش ایمان ضعیفش همون نومش با آرزانش استادگی بلکه همون خیل استادگی هوای باید و انسان ایمانش هست. این خیلی چیزا حس کرده آدم فهمیده آدم حرکت میکند دیگه این انسان های هم از خطا گرداندن با دیگه این انسان حالش به اعتبار نموندن در کرده مؤمن آدم خیلی بیفرق نمیشه است. این سهرنگ حدیث رسول جماعت و موس حدیث رسول الله میگن که من دعا رجلا بغیر اسمه لعنته الملائکه. یک انسان دیگه این انسان های به نام خودش نبودگی اسم کتی مسخره صفت انده چقدر گری وی به لعنت فرشته ها شود گفتن ای فلانچه ای کلته ای دراز ای بیسنقه ای سفید ای سیاه بسیار دیگه اون وزمش نگویم نمچه موندن نکو همون نمچه موندن ما برای و انسان مسخره کردن باشه دیگری دونم که این چیز لعنت فرشته ها ما رو پلا میکرده است. حرمتا قول گویم دملو گویم حضرت گویم تقصیر گویم دوستم گویم مگری این عکسش این ما درجه به بدولت از عکسش گفتن و یا یگان عیب کتی استیزان مسخره کرده چقدر دیگه وقت مونده اگر همون بندش از ما روزه نشود فرشته ها لعنت خود اسلام ای تسلیه که میخواهد قرآن خانم فرشته ها فایده ما و گواه شدگی جانده ما یک انسان نمچه مونده دمچه مونده از فرشته ها خدا ها ما لعنت گتگی انسان یا خیل نیکو 10 فرشته قرآن خان گفته گواه شود 100 فرشته این نمچه مون گفته گواه شود کدامش گواهش بسیار میشد کدامش غالب میشد نیکی مو هم گواه های گندگی مو هم گواه های یک دیگرش اشته پتا دگری بازم به گواه شای مونم ده عمل کرده یک انسان نمچه مونده یک انسان مسخره کرده یک انسان غیبت کرده از همش میموندیم حتی اینکه موبایل دو بندن ده
الله غیر دین باشد هم حقدار باشد اگری همون حقدار حقش گرام میتید. یک آدمی غیر دینه، یک آدمی خب چدم کافر ما غیبت کردم می، تهمت کردم می، عذاب دادم می، اون روز حساب هوای یرشه ما از ما پروردگار حقش گرام میتید. اگر همین چیزا فهمیدگی انسان چخیل یک مؤمن برادرش غیبت میکند، چخیل یک مؤمن برادرش نامچه ماند. و حالا که پیامبر خدا کدام انسان لا اله الا الله بودگری از ما ملکش، آبروش، خونش حمایت کرده است. هر سه این برای دیگر مسلمان ها حرام گفته، حد موندنو ما حرام حلال شد می یا حلال شمار سویم می. حلال شمارم از دیگر توبه کنم، اولاد باشم، نکاح ما از نو کنم و تا همون روز کردگی عمل هم برباد شد. چونکه حرام و حلال شماردگی انسان از شریعت یگان ذره نصیبش نمیموند. عمل کلا شد عملش بیکار شد، نکاح دار باشد طلاق غلطید، همش بیکار شد. ایمان نبیارد به ایمان میبرود. برای همین از حد خدا به حد خدا حذر نکنم. شمشیر خدا بر زدنش دواش نیست. اینکن برای قلب و سر تنبیه دادن. طرف نیکشم مهم بیا. من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمه تعالی. کدام انسان دیگه انسان ها رحم کند، حتی اینکه چمچقه هم رحم کند در وقت کشتن، حتی اینکه یک مول هم رحم کند در وقت کشتن به ملایمی کشدگری، داند که و انسان قطار رحم کرده شده های پروردگاران روز قیامت جمع میشن. نه فقط بندش به یک مخلوقش به رحم کردگی انسان هم روز قیامت قطار رحم دلان جمع میشده است. یک و ما یک حیوان در اومد، باغ ما و ایکل ما حیوان در اومد، سوخچه کرده نواخته به نبض نزده، هم یتل کده برآوردگی انسان یک تا رحم دل گفتگی مقام و انسان گرفت. اکن آدمش کو حد یک ایکل ما رسیدگی سی گفتنم انق و اینم از رحم دلی ما کشته میشیم. و آدم به سبب قصدن باشد و انسان هم قطار دوزار نجم میشد. لیکن حیواننده عیب نیکو، حیوان به عقل بدنش با و به همه جا حلال، چون حیوان ها حلال و حرام خودن فرض نیده. ما و حقارت کرده و زدگی ما قطار بیرحمانده از جمع شدن احتیاج شدیم. رحم دلی کردم معامله کمونن گرم بندش نفهمد، رحمه میفهمد. بندش عزت نکند، رحمان عزت میکند. به حد ملایم کمونن گرفت، به حد ملایم سختتر شوید. نوشد نونتون دهنگیتون کشته میگرد، میگویدو کشته که تنگرد. دنیانگی یک بودن اون با مروز قیامت قطاری رحمان الله رحمدالله از جماعتش میشیدیم. این دویم برای نیکی حدیث. یک دیگه حدیث خوشروهای اسلام میگن که من رآنی فی منامه فقد رآنی فإن الشیطان لیتمثل بی. اصلا گفتن که کدام انسان من خوابش نبیندم خود من دیدگاه باید شدم میگرد. اینه خوابش انده پیامبر خدا دیدگاه آدم البته در جنت ببیند دیا. جنت انده اهل جنت ها ببیند، دوزخ ها ببیند. دمک خواب ماندم رسول خدا بینم مگری دانم که انشاءالله ما نیک بوده است. چون که شیطان پروردگار همه شکل به در آمدن به اذن دادگی فقط شکل پیغمبر خدا و اذن نیست. برای همین حقیقتا
پیامبر خدایا عشقشون باشیم ببینیم. همون تصوف علماش پرسیدن که چه قدر رسول خدا ببینیم گفتند غیر از فرض نمازهای نفل با اعتبار شب هر روز لااقل 1000 بار صلوات گفته خورم. بعد یک چند وقت آمده 1000 بار صلوات گفتم یگان تا نفل نموند، یگان از نماز نفل ها به وحره هم گفتند دمک صلوات 2000 کن تا 5000 کن هر روز صلوات تا سال 5000 صلوات گفتند. بشه احساس آمده ایشب رسول خدا دیدم لیکن چهرهشان دیدن نتونستم. هم رسول خدا گفته اشاره کرد فقط همون اشاره دیدم و همون کسا شکلشان دیدم و خشن روشان دیدن نتونستم. گفتند روشان جنتان نبینی تو شکلشان نمیداشد دمک تو پیامبر خدا دیدی گفته جواب دادگی. شکل روشان دیدن خوب بندم نیده انا رسول خدا گفته همون اطرافنگی انسان ها اشاره میکنند. همون اشارنگی خوب اگر ما و نصیب کرده باشد الله جنت مبارک بود کند، نباشد همون خوبم دیدم و حرکت کنم. آخرین حدیث ما من رد عاديا ماء او عاديا نارا فله اجر شهيد. اینم درجه مویا بالا میکده یک کل بسته کدام انسان یک اوی امساگی سیلا گرداند دارد یا که یک انسان یک جای سوخساگیا علاوهش پوشد داند که و انسان به پروردگار روز قیامت مقام شهید های میتید، اجر شهید میتید. شهید شدن همه آرزو میکند. این اسلام بسیار جان کردگی همون خالدین ولید هم در جاگشان جمدگی دیان گیری سادیان که پروردگارا همون قد جنگنده اشتراک کردم من از مقام شهیدی به بحرام موندیا گفته حول خشم با گیرستم دیان و حالا که اون کسا کردگی اسلام با رساندگی فتحشان تا روز قیامت نامشان ذکر شنش به لیتالی همون مقام شهیدین نمیشدیست مونده یک سیل بیاد سو یک همه خیلی یک تاشقین شود دگری هوایا گردانم انسان ها آزار نمیده در جنده گزانده پتیم یا که یک جا سوزه دگری همون سوختشتنه پوشم همون پنجره پوشم اگری دمک ما شهید بدیم مقام شهیدان نمیشدیم. خانه همسایه ما محله مونده یک جا سوخته استاد ما ادیر تلفن مگتش نمگلی دونم که مای پروردگار همون مقام شهیدان نمیشدگی منزل با مای روان دیده است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا من عذاب الاخره. پروردگارا سید ایامنا دعا میکنم پروردگارا همه ما انسان های ناز کنی رمضان های پروردگار برای ما با بهره کنی رمضان های دیگه با تن صحت رسانی دیگه یک چند انسان هایی که از سبب بیماری با جمعه با جماعت نماز هم پروردگارا همه انسان های ما بین ما گردانی تن صحت عطا کنی دیگه انسان هایی که برای خدمت مسجد خدمت کسایان مسجد آباد کسایان مسجد تازه کسایان پروردگارا و انسان ها خدمت کردگی اجر های عطا کنی و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.